معترضان ولایت بلخ 11 روز است به حرکت مدنی خود را ادامه می دهند و می گویند که دیگر ولایت های شمالی و در مرکز آغاز نمودند. طوری که می دانید 11 روز است که اینجا خیمه تحصن زدیم در تمام ولایت. همه اعتراضات در ولایت فاریاب، در ولایت هرات، در ولایت جوزجان، در ولایت بلخ، در ولایت کندوز، حتی در ولایت کابل اعتراضات شروع شده. در روزهای گذشته از طرف معترضان ولایت بلخ راههای بندر حیرتان و مزار شریف به مدت 2 روز بسته بود و بعدا تقاضای مقامهای بلندپایه تا 1 هفته از طرف معترضان باز شده است. به خاطر ربوده شدن عبدالرؤوف جان طفل 9 ساله ما بندر حیرتان رفته بسته کرده بودیم. بنا به تقاضای رئیس صاحب امنیت و قماندان صاحب امنیت، معاون ولایت، مقام ولایت، رئیس شورای ولایتی بلخ و اونا آمدن، هیئت از کابل هم آمدن، از ما مردم تقاضا کردن تا مدت 1 هفته. باز ما بر از اونا وقت دادیم که تا 1 هفته اگر شما بر ما طفل 9 ساله ما را به دست ما دادین، در غیر از باز ما میتونیم که بندر حیرتان هم بسته کنم و دیگه نقاطا دیگه یک مسالمت آمیز حرکت مدنی خود پیش ببریم. پدر عبدالرؤوف میگوید که 43 روز پیش عبدالرؤوف ربوده شده و از وی تا حال هیچ کدام خبری نیست و گفته است که حقوق بشر در رابطه اختطاف شدن عبدالرؤوف توجه نکرده، هیچ کدام اقدامی در این مورد نکرده است. اختطاف عبدالرؤوف جان امروز روز 43مین روزش است که اختطاف شده. تا هنوز هیچ درک شما پیدا کرده نتونستیم. و دوم دیگه دولت مردم اینمی هست گپایشان یک گپ است از اول تا این روز 43 که ما کوشش خودم میکنیم، تپ تلاش خودم میکنیم، دیگه گپ نیست دیگه از دولت. دیگه ما امی جامعه جهانی که آمدن در افغانستان با کمک بشر آمدن، چرا اونا کمک نمیکنن که همراه ما؟ باید اونا کمک بکنن. و امروز این حقوق بشر، روز حقوق بشر است. آیا این طفل بشر نیست؟ حقوق بشر بیا بجای که ما خیمه بزنیم او بر ما خیمه زده میداد. اگر واقعا حقوق بشر است بیاین حتی یک نمایندگیشون بشینه همراه ما. چرا نمیشینه؟ چرا داد مردم نمیرسه؟ حقوق بشر واقعا حقوق بشر است.